آن امروز 14 خداخواهد ایول 2025 کسی که یک دنج ریش میمونه یک ریش طلا را در جنت منتظر تقریبا 2 ماه 3 ماه دیگر من خداخواهد ان شاء الله مسجد با آخر رسوندنش. ما از همه شما خداخواهد منت داریم. الله سبحانه و تعالی از اهل تاجیکستان زمین، ازبکستان زمین اندک وقت من خداخواهد ان شاء الله برای هر یک شخصی که در این مسجد ایستگزار است خداوند در جنت قصرهای پاشانیشین که وعده پیغمبر است و وعده الله است که مسجد برای آباد کننده ها وعده ها است. البته هر یک شما میگینید از شهر رومانیا 50,000 روبل برای آبادی مسجد ان شاء الله خیر کردیم. الله سبحانه و تعالی البته راضی شد. اینم بعد 3 4 5 ماه بعد یه دروازه سخاوت ما میپوشیم. کسانی که داد الله میتیش، کسانی که نداد و یار هم الله بتیاد. باور میکنین کسی که یک دنج ریش میمونه یک ریش طلا را در جنت منتظر در این دنیا هم در اون دنیا هم ان شاء الله اجرش میشه، چون که خانه خود چه کسی که خانه ان شاء الله خدا خواهد 1 سوم خدا 700 سوم وعده کرده به یک قول به یک احسان 700 خدا بخشد از فضل بحد ان شاء الله. فخر میکنم اون میشه. من خدا خواهد من اساسی قسمای مسجد مو بچیده اومد. خدا خواهد من شما در رحمت، خلق در رحمت، همه بچه‌هایی که همه حامگی کردن، همه مسجد نه حصه خداشون خوش کردن و یان دم رحمت.